سلام برات، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من تازه کارم، تازه شروع کردم یوتیوبمو و امروز اومدیم که روی گوشی‌های ردمی نوت 13 و سایر ردمی ها مثل ردمی 13 معمولی و ریلمی 100 FPS رو بازی کال آف دیوتی موبایل اجرا کنیم. اولین کاری که باید بکنیم، باید بیایم رو تنظیمات، بیایم رو قسمت صفحه نمایش و هر گوشیتون رفرش ریت، هر بالاترین رفرش ریتی که داره رو باید روش بذاریم. مثلا مثال برای من 120 هرتز. و بعد میایم بیرون بک میدیم، میایم رو قسمت اپس. اینجا که میایم این قسمت رو میزنیم، شو آل اپس رو فعال میکنیم و بعد میزنیم سرچ. به انگلیسی می نویسیم باتری اند پرفورمنس، روش میزنیم و کلیر آل دیتا میکنیم. حالا میایم بیرون، وارد گیم توربومون میشیم. خب شاید بپرسین که گیم توربو بعضی از گوشی‌های ردمی این قسمت رو نداره، یعنی قسمت تنظیمات پیشرفته دیفالت سیف پاور. بهترین گزینه اونایی که دارن سیف پاور هستش تا هم گوشی خنک‌تر بمونه، هم باتری کمتری مصرف کنه، هم زیاد به گوشی فشار نیاد. برای اینکه بتونید این سفارش رو بیارید، یه ویدیو دیگه میخوام آماده کنم براتون که اونم حتما تماشا کنید تا بتونید اینو براتون فعال کنید. خب استارت پلیینگ رو میزنیم و تو همون قسمت اکتیویژن که میاد سری صفحه رو بکشیدیم و روشن کنید. این که میره بالا. حالا چون اسکرین رکورد من روشنه، یکم به گوشی فشار میاد و چیز نمیکنه، ولی یه بار بدون اسکرین رکوردر براتون میذارم که تاثیرش رو ببینید. بدون اسکرین رکوردر تقریبا روی 110 115 اینا میره، ولی با اسکرین رکوردر 70 80 بیشتر ساپورت نمیکنه. الان اینه که 100 وای میسته و فعلا میاد رو 80 70. حتما روی پرفورمنس بذارید که از قدرتمندی گوشیتون استفاده کنه در حد توان. امیدوارم که حمایت بشم. لایک، سابسکرایب یادتون نره، کامنت هم بذارید برام. مرسی از لطفتون.